صبح تا شب برو بخر بشور بپز بده آقا بخوره. برو تو این استودیو واسه هر کس و ناکسی بزن که حالا کارت به تزریق کشیده. چه دیوونه؟ حالا میفهمم این پولا رو چجوری آب میکنی. چون اینجوری میکنی؟ پول پیشخص آپارتمان رو دادی خرج اون مواد کثافتت کردی. من پدرم در اومد اون پولا رو جمع کردم. آره پول نوازنده باید بدم، پول کوف باید بدم. آره همش خرج خونه کردم. قرض داشتی، پول یخچال، پول گلوله کش. پس درست حد زدم. پس فطرت تو واسه چی رفتی از اون جاوید عوضی پول گرفتی؟ آدم قحط بود، من نمی‌فهمم ازش بدم میاد. چرا از اون ننه بابای بی‌خاصیت تو میگرفتم که میگن زن تو پامون حرامیه. آره از اونا میگرفتم. گدایی میکردی بهتر از این بود که بشم دیوز دست دراز کنی. خفشون پس فطرت معتادر و کیز کسافت. به سنتور چرا میزنی؟ دست به من زدی نزدی ها. دست به من بزن. کسافت بزنم فکتو بیارم پایین. پاهشون برده گوشم پاهشون علی. سنتور ممنون، واقعا خیلی لطف کردی. مرسی، خیلی کنسرت خوبی بود. ببخشید. ای وای خیلی لطف کردی. دیگه نیاد دیگه. خواهش میکنم، لطف کردی. خداحافظ. سلام هانی خانم، چه لباسای خوشگلی، چه بوهای خوبی میدی. کجا بودین؟ چی زدین؟ مثل همیشه. جز گل چیز دیگه هم بهتون دادم؟ تو که جاشو خوب بده دیگه، تو کیفمه. برو وردار هرچی میخوای دود کن بره. باز نیامده شروع کردی؟ که تو نصف شب هرکراتو با اون مرتیگه لنده رو تو خیابون میکنی، به ما که میرسی سگرمات میره تو هم؟ 100 دفعه بهت گفتم اینا رو اینجا میذاری جمع میکنی. من کلفت نیستم، کلفت نیوردی تو این خونه. خاک بر سر. موضوع حرف زدنت باشه. یعنی کیفتو با اون حمال میکنی؟ فقط از یه چیز میترسه. معلومه میترسم، غیرت دارم. تو غیرت داشتی حکایاتو میذاشتی کنار. من معتاد نیستم، هر دفعه هم اراده کنم میذارمش کنار. اراده چند بار؟ چند صد بار. من میدونم تو چی میخوای. تو میخوای از شهر من خلاصی بری شوهر بهتر بکنی، یکی منظم باشه، مرتب باشه، خوبم ویولون بزنه، بهتم برسه. دست به من نزنا. آره اصلا دقیقا همینطوریه که میگی. یه بار شده فکر کنی من آدمم، یه زنم، دوست دارم شوهرم بالای سرم باشه. ها واسه چی زندگیم و جوونیم و زندگی آینده بچه‌هام همه رو بزنم به پای تو که نه شوهری نه آدمی نه مسئولیتی سرت میشه که چی؟ که فقط یه عشق داری بدبخت بیچاره. دوا جنس. آره درست حد زدم. آره دست به من نزن. آره دست به من نزن. گو زنی که این نفهم هرچی دلش میخواد با آدم میگه. بیشور